روز بخیر تماشابینان همیشگی شبکه‌های اجتماعی رادیوی تاجیکستان. امروز قرار داریم در یکی از دهه‌های زیبامنظر نوحه عینی. خواستیم در برنامه امروزه دهه را دهه ننگ و آر، دهه پر از مردمی با وجدان و با ناموس، با ننگ و آر که دوستدار خلق وطن خویش هستند نام گیریم. می‌خواهیم در برنامه امروزه بهر شما از آبادکاری و احسانکاری‌هایی که در این دهه شده گذشت و ادامه دارد برنامه تهیه کرده باشیم. به همه ما معلوم است که دهه مکان است که در هر فصل سال میتواند زیر آفت‌های طبیعی مانده باشد. مردم دهه در فصل زمستان و بهار از نرسیدن آب نوشاکی تازه تنقیسی میکشیدند. از این رو مردم دهه یکدل و یکمرام گشته در دهه خود حوض‌های ذخیروی آب نوشاکی تازه بنیاد میسازند. الکی با دستگیری صاحبکاران و شخصان سخاوتپیشه یک چند از حوض‌های آب نوشاکی به استفاده قرار داده شده است. دهه زاسون واقع در نوحه عینی ولایت سوخت جایگیر می باشد. همه ساله مردم دهه یک دل و یک حرف گشته در دهه یگان آبادکاری بنیاد می سازند. از قدیم آبادکاری و یکمرامی شعار مردم دهه بود و آنها برای آبادی ملکشان نیکوکارانه سهم می گذاشتند. ولی شروع از سال 2019 در پرتو پیام اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امام علی رحمان سالهای 2019-2021 سالهای رشد سیاحی دهات و هنرهای مردم و صاحبکاران دهه بهر آبادی دهشان بیشتر تلاش نمودند. در مدت 2 سال در دهه 3 حوض آبی نوشاکی همراه با یک حجره چایخانه با دستگیری مردم دهه و صاحبکاران به استفاده قرار داده شد. حال حاضر در دهه ساختمان آرامگاه، جنازه‌خانه، از نو برقرارکنی توربه‌های خط آبی نوشاکی، کودکستان و باز یک حوض آبی نوشاکی ادامه دارد. کارهای ساختمانی را مردم خود دهه سرجم مبلغ گذاری نموده ساختمان را استادهای محلی با حشر دستجمعانه پیش میبرند. من برادران عزیز با تشبثی همین مردم شریف زاسون با یک گروه صاحبکاران ما در همین موقع حضور داریم که اینجا یک چندین سال باز سیل زده ویران کرده بود. طی 3 سال است که ما همین حوض کنده با دستگیری مردم حوض آباد کردیم. اینا با یک چایخانه نو شدیم. البته این سهمی مردم شریف زاسون بسیار است، علل خصوص صاحبکارانی هستند که در همین دیار به مثل قاضی محسن صاحبکار، قاضی اسفندیار، بعد سلیمان پیراف که همین صاحبکارانی که بسیار با ما دست یاری کردند. با دستگیری من همین شهربچه‌ها همین کار کردیم و در بعضی برآمدهای جناب عالی درجه همین با همین گپ بود که آبادی وطن از دیار از گذر سر می شود. اگر هر یکی ما اقلا گذری خود در درگاه خود را آباد کنیم وطن آباد می شود. در اینجا باز یک بار دیگه میگم که از این اتفاقی مردمی ما یک بار دیگه نشان داد که ما همین مردم اتفاق با دستگیری همین مردم شهربچه‌های زاسون من همین حوض آباد کردیم. من همه میبینن 2 چایخانه هست اینجا و 2 خانه کردیم. من دیگ آشتون و همه زمانوی در همینجا مثلا چهاربینی‌های میدان در همینجا میگذرد. ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری در سراسری دنیا نامی جاویدان داری. ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری در سراسری دنیا نامی جاویدان داری. در سراسری دنیا نامی جاویدان داری. امروزها با شرافت سیاسی پیش گرفته راهبر دولت پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت محترم امام علی رحمان در تمام گوشه کنار جمهوری کارهای سازندگی و آبادکاری ادامه دارد. از آن جمله ما مردم دهه زاسون تصمیم گرفتیم که به پیشواز جشن 35 سالگی جشن استقلالیت همین حوض گذرمان را که چندین سال باز در حالت خرابی قرار داشت تعمیر نموده مورد استفاده عموم قرار دهیم. باید ذکر نمایم که این کارهای ساختمانی از طرف شخصان سخاوتمند دیار فرزندان همین دیار مبلغ گذاری شده ایستاده است و مقصد داریم تا جشن استقلالیت همه کارها را به اتمام رسانده مقصد کارهای ساختمانی را به انجام رسانیم. ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری در سراسری دنیا
سراسری دنیا نامی جاویدان داری. البته نگفته نماند که امروز مردمی سربلندی دهی زوسون با یک دل نیتی پاک، با یک مرام، با یک قوه نیروی بزرگ به سازندگی آبادکاری بحری سزاوار پیشواز گرفتنی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان تمامی کوشش و غیرت کرده که تا که دیها باز هم زیباتر و آبادتر گردد. البته نگفته نماند من همچون معلم سابقه دار گفتنیم که مردم چی از خور سرگرد تا بزرگ تا مسافر همه برای آبادکاری سهم خود را گذاشته اند. خود در مؤسسه تعلیمی باشد، خود در دیها باشد، همه با یک مرام برای آبادی دیها سهم خود را گذاشته اند. پیام پیشوای معظم ملت که چند پیش ایراد گردیده بود، البته دوستی رفاقت، مهر و محبت نسبت به وطن، نسبت به دیار خود، نسبت به تاجیکستان عزیز باز زیادتر گرده و آینده تاجیکستان ما گل شکوفه. سراسری دنیا نامی جاویدان داری. ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری. در سراسری دنیا نامی جاویدان داری. بسیار آبادکاری در این مؤسسه گذشته ایستاده است. همین سال 2024 بخت برای فرزندانی همین دیاری ما آمد کرد که از طرف شرکت آلمان مبلغ گذاری کرده شد به مبلغ 230,000 سامانی و نگفته نماند که این مبلغی که از طرف سفارت آلمان به ما دسترس شد فقط برای تجهیزات کنونی و برای تعمیر کپیتالی آشیانه سوم مؤسسه تحصیلات میانی همین مؤسسه می باشد و حق مهنتی که برای مثال همین مؤسسه را کرده گذاشتن این از حساب مردمی همین شرفمند همین دیاری زوسون، از حساب مهاجران، از حساب رانندگان، از حساب خود خلق جمع آوری کرده شد به مبلغ 100,000 سامانی. ما همین کار را با سری بلند جنبست کردیم که در حضور سفیر آلمان جناب مارتین لانگر آمده این تعمیری که ما گذراندیم با باهای بلند بهاگذاری کردند و این موضوع ببینید از طرف حکومت اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی با ما برای کودکستان آغاز نمودن این دیار کمک خودشون رو و دریغ داشته حاضر با ما همین اقدام رو پیشنهاد کردن که ما از پی همین کار گشادن کودکستان حالا حال ما تا همین گشادن همین کودکستان علاقه ما جمع آوری کرده ایستادیم. همین مسئله اینونتار آوردگی یک کمیتون اولین درجه در همین مؤسسه ما که من همین مبلغ گذاری شده ایستاده است از طرف مهاجرانی که به ما مبلغ گذاری کردن به مبلغ 250,000 سامان که این یعنی تشکیل میداد 27,250 سامانی را و از طرف خلق از طرف همین خلق خود همین دیار حالا به مبلغ 70,000 سامانی پول وارد گشت در خزینه همین مؤسسه. باز این دوام دارد، ولی این پول دوام دارد. ما حرکت میکنیم، کوشش میکنیم که اون چیزی که مردم باوری کردن نسبت ما با باوری همونا سزاوار باشیم. همین دیارمون رو، همین مؤسسه رو، همین کودکستان رو با سری بلند
تعمیر کلی گذرانده آغاز یعنی کودکستان را در همین سال 2025 با خلق زحمتکشی همین زاسون سپاریم. در سراسر دنیا نامی جاویدان داری، ای وطن تو را نازم نسل قهرمان داری، در سراسر دنیا نامی جاویدان داری. وطنم مادری من جان منی، تو نشان زینی آگانی منی، تو نشان زینی آگانی منی. همه ثروت همه گنجم توی تو، همه ثروت همه گنجم توی تو. تاجیکستان تو گلستانی منی، تاجیکستان تو گلستانی منی. با امید تنصیحاتی و خانوادگی شما تا برنامه‌های دیگر خیر.